سلام بچه، چطور بتونی حال شما؟ بچه امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه با کسی نیست جز داداشم سلام کن. سلام. خب سلام بچه، چطوری؟ بچه امروز اومدیم با اولین بازی ترسکمون توی روب لاکس. بارو که بریم سراغ ویدیو. بابا 300 تا فعلا Let's go. بس 300 تا بله جمع کنیم. من هیچی ندارم. من یه فندک خریدم از این اول بازی. داداشم هم یه لاک بیک. ببخشید من به انگلیسی میگم. چی کجاها؟ تو کجایی؟ تو اتاق چنی؟ تو اتاق چنی؟ باز کنم یا لاک بیکی یا نه؟ نمیدونم، باز کن، اشکال نداره. باز کن. آرتی میگم صدا قشنگ نمیره ها. خیلی در حد من داد بزنی. میشیم الان. آرتی اتاق هفت داد بزن. اتاق هفت نداری چه میدونم. بیا دارم بیام. خب بچه آقا کجا اتاق هفت؟ هم پیداش کردم. بیا من هشتم. خب من پای سرت. خب هنوز هیولا نیومد. اوکی خب بس بریم از اینجا بالا. بچه اینجاش خیلی ترسناک نیست. دا اولشه، چون به اول اصلا ترسناک نیست. در ادامه میبینید که چجوری میشه. بس میتونستم اینجا رو یه ادیت بزنم ولی نمیزنم براتون. نشوخی کردم، براتون میزنم. حالا ادیتور براتون ادیت میزنه. حالا خب ادیتور همین الان ادیت بزن. ادیتور فقط 2 ثانیه. خب ادیتور دیگه بسته. دیگه ادیت زدم بسته. خب چند تا پول داری؟ آرتین یه ذره واقعا بیشتر، 10 تا. واقعا اصلا صدات نمیره. خب من 205 تا دارم. بلند. من 205 تا دارم. 205 تا چیشی بود؟ چیشی داری؟ سکه دیگه چی دارم؟ خب آرتین یه ذره جلو ما با در اتاق چند بریم. ها؟ بودو بیا دیگه. بچه داشت من نمیاد. خب بریم اتاق 11. بیا الان تا چیز نیومده. 300 تا پر شد دیگه، هر چقدر نمی‌برداری. 11. من هنوز هیچی پر نکردم. 12. خود اصلا من نمیداری. 13. تو یه 300 تا داشته باشه اشکال دیگه بسه. 14. دیگه من پول نمیخوام بردارم. بیا تو بلک پیک باز میکنم. فقط اینجا یک کندومه رو بگیر بیا. نمیخواد بابا، تو 300 تا داری دیگه. وایسوس من وایسادم. الان یه هیولای میاد. بله الان اومد. دیدید بچه من نمیتونم اینجا بهتون نشون بدم، ولی دیدین و وقتی که بیا بیرون دیگه، و وقتی که من میام الان من چراغ روشن کنم، فندک روشن کنم، و وقتی که بچه من از این چشمه هست اینجا تیر میزنه بهمون نگاش کنیم. بله این چشمه به ما تیر که نه، ولی خب من چجوری دیدمش. ولی 17 دوباره میاد بیا اینجا این توی تخته. وای جون داداشم خیلی کمه. کی بود؟ بچه حالا اینی که دیدین که پیس کرد الان. خب این یه هیولایی میاد به شما پیس کرد. این هم یه هیولایی که اگه در رو اشتباه برین میاد شما رو میکشه. بریم 22. بله
بچه چند بریم؟ بچه کی میدونه؟ بچه هیچ کی چند نمیدونه. بنویسیم؟ ای پیس بریم. تو چه بچه؟ ای خدا آقا این کجا؟ اصلا من چیزی نمیبینم. 20 آخه چقدر پیس میکنه. بیا من یه لایت پیک دارم خودم ها. آرتی یه لایت پیک و یه فندک دارم. 21 بی فندک دست باشه. برو بعد بهت میدم. برو بعد بهت میدم. بالای نور ای وای آقا تو چرا اینجایی؟ من این یهو دیدم پیسم نکرد یهو پیس کرد. برو حرکت. 22 بلندتر آرتین حرف بزن. این 1000 بار. خب بچه ایره نه تو بردار کن. نمیخورم. ترسیدم. کو چی؟ نه لایک دارم. لایک دارم. لایک پیک خودش خواهدی هم جست وای بچه ها باگ خوردیم الان درست بله خیلی درست. باگ نخوردیم بچه بله باگ نخوریم. یه لحظه داشتیم ما تو ایرانیم. یه ذره وضعیت بده خرابه. نزدیک بود باگ بخوریم. بله یه ذره 23 بود یا 24 بود. 24 وایسا یه بچه‌ها دقیقه ببخشید ما وایسا تو ایرانی اونجا یه وایسا. ذره شاید نصف دیدی بد گفتم. باشه و شاید هم صدا داداشم یعنی بد باگ بشه خیلی و خیلی من کم این باشه بازی رو خیلی خوب بلدم. ما همیشه داریم با هم بازی میکنیم. ما یه ذره میگیرم نزدیک بود بمیرم. بچه دیدی کیا دیدم هیولا رو؟ چرا نمیاد بیرون؟ چون تو ایرانی من چرا نفرت نمیاد بده بیرون؟ بچه یه ذره اینترنت بده بله یه ذره اینترنت ما خیلی بده. بچه ما هر دوتا با یه اینترنت بچه بسته. 26 26. اونایی که میدونن 26 چی بود نگاه نکن به این چشمه. اونایی که میدونن 26 برای چی بود تو کامنت ها بگن. آرتین اتاق چند بود؟ آخ خب ما مجبوری نگاه نفسونش این 26 نبودم این الان. میگه 26 نبود. خب بعد من نبوده دیگه. اوکی بریم در ویدیو رو ببینیم. تو شب 26 رفت 28 بچه آقا سب کن بچه یه جایی هست که حالا حالا بیا تا برسیم اونجا فعلا. چشما رو میبینین بچه چشما مالی یه حیولایی فعلا جلوتر هنوز بعد بهتون نشونش میدیم که در ادامه میبینیمش دیدیمش. نرو جلو سب کن من دست را خوش کنم. دست عرقیده خود را خوش کن. نمایید من واقعا این چشم متاسفم. ببخشید بریم. تام دست خوش کن. آه خوش کرد. دست خوش نیم. بریم ادامه ویدیو. من میرم جلوتر. خب برو دیگه. صبر کن. اومد. بچه این هیولا بود. ببینینش خیلی هم خوب داره میبینینش. من اگه من تونستم این بازی رد بکنم شما گوش بدین به شما خیلی سریعتر اعلام حضور میکنم. بیشینم تو راست یه درست رفتم. راست شانسی راست درست رفتم. من اشتباه رفتم. نمیری ادق شدیم. بای 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 بچه ها تونست. بچه این بود هیولا. حالا دیگه حالا نمیاد. چند بودیم بعد کدوم بودیم؟ هم بیاد 38 اینا یه چند تا چیزی به ما نمیدیم. ما داریم میمیریم. آتش بودو بیایی بالا است. وایسا بچه حالا یه هیولای میاد. یه هیولای قراره الان نمیاد که اگه بیاد خیلی بدتر از این قبلیه که شما دیدین است.
بریم. بزد میخوای بریم یا نه؟ البته دارم چیکار میکنم. بچه اگه صدای داداشمون نمیفهمید تو کامنت ها حتما بهمون بگین. دقیقه 42. چرا؟ اصلا چرا این کاری نکرد؟ چیز نزد. خدا. خب بچه ما بریم. 43 الان 43 ما 44 ما. آقا یه چیزی ما بدین خب 45 45 ما. چرا نمیرسیم به اون تیکه؟ لاک که افتاد. آقا چند بودیم وای 4 بودیم فکر میکنم 44 نه 45 نه بریم 45 یا چه بریم 46 نزد آقا من میگم بریم 46 45 من میگم بریم 45 برو نمیرم من جون خود کنم نمیده هر جو خود دوست داری جون خود هر جو خود بخوای خرج کن وای دیدی 45 نبود الان منم جونم کمه آقا یه چی بده ما آقا آقا منم میخوام یه چکو برش دار آقا نمیخواستی که بله الان چیکار کنیم هر کی بره میمیره آقا تو بی وسایل من میگیر من اصلا چیز ویتامین هم نخوردم بس ویتامین نخورده خیلی بهتره آقا میخوای من برم بمیره الان آقا بیا بریم تو جونتو نصف پر بکن بله یکی در میزنم آره یکی در میزنه واقعا حرف بزن الو بابا یه کلید بیدی که دارم کن دارم همین خب کدوم در مهمه برم نرم چیکار کنم آقا خواهی برگردیم اتاقای قبلی رو ببینیم ها وای نمیشه من میگه اتاق قبلی رو میدیدیم تقلب ها ویلی حیف آره چیکار کنیم 47 بریم آرن یا آرتین خب برو بیا سب کنم یه چند سخت دیگه پیدا نمیکنم خب پیدا نمی کنی صد ارفز اوکی چی شد؟ چی رو باز کردی؟ برو خب من برم که میمیرم خب منم برم میمیرم نه نرو چرا تو بری؟ رفت چرا؟ حداقل خب من میتونم بعدش برم تو که نمیتونی چجور من نمیتونم برم؟ تو هیله میتونی بری؟ ها؟ هیله میتونی بری؟ ها آقا برو چش یس آره اینه هر دوتا اون بچه حالا میریم مرحله بعدی نه توی 46 هست 47 از به کنار اینا بیام بکپیک داری؟ بله یه باز کن باز ولی کل کردم 300 ندارم خواهی نداری باز کن ای چه وقت دستش در نباید 215 تن شد چند بودیم؟ بچه اگه میخوایی ماینکرافت ماینکرافت روی لپتاپ منو یا روی کامپیوتر منو ببینین حتما توی کامنت بهم بگین و لایک و ساب کن 47 بودیم ها نه اینجا من یادم نیست ما از اینجا گفتی 47 ها 47 بریم الان ما بریم 48 خب برو خود برو بخوای وسایل تو من وسایل خالی کو برو خداحافظ سامیه وسایل رو بردار وسایل رو بردار خب تو برو بردار بوده بیا چند بودیم 48 49 ای رسیدیم بشو بیا خدا رو شکر 100,000 خدا رو شکر الان فکر کنم اونورم برق نباشه اومد برق بچه یه لحظه رفت دیدین
هیولایی که میگفتیم نه، هیولایی که در ادامه میبینین این میباشد. باید بیشیم که این کوره. بله کوره، ولی صدا میشنم. واقعا کوره. خیلی کوره. اللهم او ور بود. آرتین داشت ما رو نگاه میکرد. من آرتین اون چیزی که من دیدم بچه ها هم دیدن. بچه اگه ندیدین بزنین عقب‌تر ببینین. خیلی چیز وحشتناکی بود. بچه الان نه من نه آرتین دون نداریم. وای آرتین برو عقب. همین اومدم من برم. چیزی چی شد؟ ما از اینجا نمیایم بیرون. آرتین دار میاد. بچه من اصلا نمیتونم برم. بعد آرتین پای سرت. حواس باشه پای سرت. آرتین پای سرت دار میاد سمتت. اینجا دارم میمیرم. بچه من تصویر آرتین دارم میرم. آرتین بغل دستمه. آره این پای سرت. آره میرم سمت پای سرت. وای بچه نمیخوام من رفتم. بابا بی برو دیگه. چرا نمیره؟ بابا بیا برو. آره داری میره سمت تو. من دیگه نمیبرم. خواهی من برم بالا آرتین؟ ها؟ من برم بالا؟ هر کاری میخوایی بکنی. من همینجا وای میست. اصلا نمیرم بالا. هیچ کاری نمیکنم. کجا هست؟ صداش من خوش نیم. خب من دارم میبینم. بگرد. نمیتونم خب همینجا. این میاد دور من. این همه رو سمت من. من این ور اون ور برم. اصلا میرم بالا. وای. آقا بیسم نیا. برو بالا. آفرین. من یه بچی خوب. بالا؟ بله رفت بالا. برو بالا. باش. خودم میخوام برم بالا آرتین. من اصلا کتاب نمیدونم. اسمع یکی دیدی که این چیزو برداشتم. بچه این نامه که میبینین چیا هست؟ مربع ایکس رو داری، دایره هم داری. بچه داری میاد به سمت من. همون بری برو آفرین. بچه یه لحظه حرف نزدم یه لحظه ترسیدم به خودم. آره بای سرت پشت سرته. بودو فقط برو دقیقا بای سرت. نه در میر بالا. رفت بالا پای سرت بود آرتی پشت سرت بود. بچه این لحظه خیلی بدیه. یکی بیشتر از من نتم برم. آره در میر به سمتش. پای سرت مردی. نمردی هنوز. که منم بیام بالا نرمه سمت بالا من میخوام بیام بالا. نمیتونم کوی اینجا. یه برو پایین سری بودو داری به سمت ما پایین؟ بله داری میاد سمت من آقا برو دیگه بچه بای نکنیم دیگه بنظرم ها. تا وقتی من زندم بای رو نمی کنیم. بای رو نمی کنیم. وقتی که من زندم عمرم بای من بکنم. آقا چرا آرتین داری میاد بالا.
آقا بی برو از اینجا باید من بره بالا. من تو چی رفتی بالا؟ تو میتونی یه لحظه بی پای من برم بالا بعد تو بی بالا باشه؟ من تماش پیدا کردم 2 کتاب دیگه بالا است پیدا کنم دیگه دمش پیدا کنیم تازه. خب من میخوام بیام بالا. من نمیتونم بیام. من چجوری باید بیام؟ من باید بیام بالا. تو یه دقیقه واسطش بابا اومد بالا. اومد بالا. آقا این تو میبینی؟ بعد نمیاد سمت من یا میاد سمت تو؟ خب الان داری میاد سمت تو بعدش میاد سمت من بعدش میاد سمت دوباره میاد سمت تو. ببین داری میاد سمت من. کجا رفتش؟ کجا رفت؟ میگم این چیزو ببینم. من برو پیش بالا باشم اونجا باشم اونجا. من در باز کنم تو میای. نمیام. اول باید خودم بیام بالا. آره صبر کن نمیتونم. باید اول خودم بیام بالا. اوکی؟ اول خودم من باید بیام بالا. یه سری بهش باید خبرم سری بریم. تا باگ نخوردیم. چرا باگ نخوردیم؟ 12 گیگ اینترنته. سری بیا. سری بیا. وای داره میاد. وای سواسم داشت داره میاد. برو یه جای قایم شو. برو تو. یا می برو تو. نه. داره میاد. سری بودو بی بالا. بچه من بالاخره رسیدم. اینو شما بده ببینم. میگم مربع 3 مربع 1 3 بعد دایره مربع بعد دایره 3 8 4 3 8 4 9 3 8 4 9 5 3 8 4 9 5. آره سایه تو برو فقط واسه باش رفت پایین من بگو 3 8 4 9 5 داریم بالا. آره بیا بالا که بری پایین. اوکی؟ آره برو نگاه کن یکی بزن بعد دوری بیا بالا. یکی بزن دوری بیا بالا. فهمیدی؟ فقط واسه باش رفت پایین من بگو باشه اوکی. الان رفت پایین. نه رفته. صبر کن. رفت برو. بودو بیا 38 شد بودو بیا بالا. آها آفرین خب 38 زدی 3 8 چی 4 9 وای 3 8 4 9 5 یا برباد اومده بود بالا ها 3 8 4 9 5 الان 4 و 9 بزن بیا یعنی نتونست فقط 4 بزن یا نیادی برو دیگه برو سری بودو آفرین برای شما سری بزن نو بس بیا بالا بس بیا بالا من رفتم بیا بیا سری بیا تموم شد من چیم شد یه لحظه یه سیاهی دیدم بریم بری که دیدیش آها بگرد پیدا کن آقا پیدا کردی؟ چون نیست بچه ها نیست چون من ترسیدم خدا اینش بره توی نمردی؟ گفتم بره توی چه چون؟ چند تا پول داری؟ میگم پول جمع کن چرا مردی؟ حال خوب شد؟ بچه ها مرد داداش من ای خدا همه اومدیم بچه ها مرد چرا تو اصلا مردی؟ چرا مردی؟ نه شما این رو به من بگو چرا مردی؟ خب بچه ها مرسی که نه حالا دیگه
بچه مرسی رو بگم مارتین. ها بس کنه این بازی رو یا نه؟ بچه یا الان ما بازی رو میبریم یا نمیبریم؟ خب بچه بازی رو وقتی خب ای خدایا خدا اینجا میتونستیم پولا رو بین هم جابجا کنیم. خب الان من باید برم پولا رو جمع کنم و دوباره بیام همه جا بذارم. بچه ها آرتین دیگه خدافزی کنیم دیگه ببینم نکنیم. شاید بشه بگیریمش. ببینم. خب تو که الان رفتی بیرون باشش تو بگیریش من میتونم بگیرم. من میتونم بیارم. دیگه نمیتونی بیای چون که دیگه الان تو اصلا تو بازی نیستی و تو بازی میبودیم. آرتین اوکی؟ حالا تو بگیر بیا 5 تا. من 15 تا دارم. الان نگاه 20 تا دارم. بردار. بچه من الان فقط دیگه باید پول جمع کنم. اوکی؟ حالا آرتین تو چرا اصلا مردی؟ نه بگو چرا مردی؟ ای پیس کردم. من گفتم بره توه. بهت گفتم بره توه. چقدر پول داشتی؟ 200 چند تا؟ 15 تا؟ آره. الان شد 230 تا 50 تا. یا اول فصل یه دونه از که زیاد رو جمع کنیم میتونیم برگردیم دیگه سری. فکر کن 75 تا خیلی میده نمیدونم. خب آقا بچه ها دیگه یا گودبای رو میکنی یا نمیکنی؟ خداحافظی. خداحافظ. سکو